ما آوردیمت اینجا تا از حضور توی که فیصل تو مراسم سازمان من ولی به نظرم حالا اولویت با نجات دخترته. آدمای زیادی رو میشناسم که با دروغای سازمان اومدن اشرف بعد اونجا اسیر شدن. خب همینا رو به یلدا بگو. میدونی که من هنوزم دوست دارم. برو دنبال سارا. میترسم سازمان بره سراغش. من که رسیدم مامورا تو ساختمون بودن. اگه نگفتم پای پلیس وسط نکش. بهشون گفتم خیلی وقت از هم جدا شدیم. خب چرا بود دروغ بگه؟ وقتی که شوهرش تو این دفتر رفت آمد داره رابطه‌شون هم خیلی خوبه. یعنی میخوای بگی این رستوران همون رستورانیه که دقیقاً داوود افشار که اسم اصلیش احسان شکوفبخشه حدود 1 سال پیش به همراه همسرش مهسا لطفی از لندن به تهران. ولی مسئله مهم اینه که سوژه اصلی ما یعنی خانم دزده با همسر خانم لطفی در ارتباط. افتادن دنبال دزد گفتن نمیخواد واسه من دلسوزی کنی. من حواسم جمع بود ردی ازم باقی نمونده. من اشرف بعد مقدار فروش نیستی. میتونی هر جایی که خواستی بری. برم توی کشور غریب چیکار کنم؟ کارم که تمام شد میام هر جایی که تو بودی. یه اطلاعات تعیین کننده میدم ولی قول بدین بعد از این همه چیز تموم میشه. ببین قراره تا چند روز آینده یه مقوله قاچاق بره سمت بندر. باید بری سراغ اسکله های دولتیشون. به احتمال زیاد مربوط به برنامه‌ای که پیام جر کرد. به هر حال اگه فرشته نخواد با من زندگی بکنه من تا آخر عمرم با هیچ کی ازدواج نمی‌کنم. دیگه به صلاح نیست تو فرشته با هم ادامه بدیم. ما این تصمیم رو گرفتیم. وقت شب توی گزارش اومده انتظار نداشتیم کسی این موقع شب باهاش قرار بذاره. این همه وقت خودشون رو گرده نباید از دستش بدیم. دورای تهرانه. آخر شب میرسه. از کرمان باهگیری کردن. توی چند تا محموله دارن میان؟ نصفشون کردیم. هر 5 تا بسته توی ماشین. وقتی بارا رو تحویل گرفتین 24 ساعت پیش خودتون نگه دارین و بعد برسونین دست صاحبشون. باشه دیگه کار من تمومه. همه بارا رو که تحویل دادی با هم تماس بگیر. من همه زندگیم به هم ریخته. هر اتفاقی که بیفته من باید برگردم. با پیام ارتباط بگیر. دوشنبه دیگه باید استانبول باشه. با یه خط تلفن که تو بهش میدی. توی هتل براش اتاق رزرو شده. میمونه تا باهاش تماس بگیرم.
این پیام یلدوس از فرانسه میخواد باهاش یه قرار اجرا کنی. از هرمزگان چه خبر؟ با یه خط مستقیم با پلیس رو در ارتباطیم. قرار شد رد بارنامه رو که زدن بلافاصله بهمون خبر بدن. هر جور شده باید گیرشون بیاریم. تروریستا منتظر همین باران تا عملیات ایکس رو شروع کنن. من میگم اگه نتونستیم پیداشون بکنیم ریسک نکنیم. هر کی رو طور شناسایی کردیم دستگیر کنیم. یه ضربه نیم بند؟ حداقل کاری که میتونیم بکنیم. انرژی منفی نده افشین. باید رد محمولشون زده بشه. از سوژه‌ها چه خبر؟ فقط از هر چیزی که جلوی چشممون اتفاق میفته خبر داریم. از داخل خونه و رستوران هیچ. نتونستیم ورود کنیم؟ یکی رو نتونستیم، یکی هم مجوز نداد. از این خانومه که گاف صندوق دفترشو خالی کرده بودن، از اون چه خبر؟ خانم مهسا لطفی هنوز متوجه ارتباط شوهرش با سارق نشده. شنود چی؟ تلفن ایران داوود افشار و همسرش و همینطور غزل رو بست. سلام. بارنامه رویت شد. کامیون به سمت تهران در حال حرکته. یه تیم از ما داره تعقیبش میکنه. بسیار خوب. هماهنگ میکنم بچه‌هامون سوژه رو ازشون تحویل بگیرن. فقط مشخصات ماشین و راننده رو بفرستیم برام رو همین سیستم. آقا کمال ببخشید. رد محموله رو زدن. کجاست؟ میبود رو رد کرده. با اداره اطلاعات یه از هماهنگ کن سوژه رو ازشون تحویل بگیر. باش. خوشتیپ کردی؟ یه ازشون خبری نشد، گفتم بیام هم ازتون تشکر کنم هم خدافظی. کجا ایشالله؟ دیگه از اول قرارم همین بود دیگه، اگه کار باشه برم دنبال کار، اگه نبود برم دنبال زندگیم. گفتم که اینا دیگه هیچ تماسی نگرفتن. عجبور شدی؟ آقا افشین ما که هیچ موقع زندگی درست درمونی نداشتیم، یا تحت تعقیب بودم یا زندان. نمیتونم که تا آخر عمرم معطل بمونم. اگه تا الانم صبر کردم فقط به خاطر شما بوده. تابان با شرایطی که الان داره به نظر درخواست تو قبول میکنه؟ والا خودم فکرشو نمی کردم. یه دفعه بعد مراسم تدفین خواهرش خودش پیشنهاد داد ازدواج کنیم از ایران بریم. ببین دلم نمیخواد تو این موقعیت یه حرفی رو برای چندمین بار تکرار کنم. تابان خواهر یه تبهکار حرفه‌ایه. اون روزی فکر کن که بفهمه تو با کسایی همکاری میکردی که دنبال خواهرش بودن. حالا ممنونم که شما به فکر منی، ولی ترجیح میدم به زمان حال فکر کنم تا اینکه حالا ببینیم آینده چی بخواد بشه. خودتونی کارای رفتن رو انجام میدین شما دیگه؟ حتما، ولی قبلش باید یه قول مردونه بهم بدی. صداتو نشنیدم. حالا شما بگین کارتون چیه ببینم من از پسش برمیام یا نه. اگه قبل از خروجت از کشور با تماس گرفتن و خواستن ببیننت حتما به من بگی. صداتو نشنیدم. شما رو قول من حساب باز میکنی؟ 100%. باشه. اگه اون برای آبم خواستم با ارتباط برقرار کنن بازم باید به من بگی. بازم صداتو نشنیدم. گفتم باشه دیگه. خب مراسم عقد و عروسی رو چیکار میکنیم؟ چه حدی بابا، قراره 2 تا حلقه بگیریم بریم دفترخونه و تمام. انشالله به پای هم پیر شیم. خیلی ممنون. اینجا خوبه پیادت کنم؟ آره خوبه. مواظب خودت باش. چشم حتما. آقا خداحافظ.
هدایت شهید دادخواه. سلام، میشنوم صداتون. تو این چند روزه کسی با پیام تماس داشته؟ نه. تا اطلاع ثانوی شروعش به روز باشه. حتما. سلام، صبح بخیر. سلام. بفرمایید. دستت درد نکنه. محسن باید صحبت کرد؟ نه، در چه موردی؟ نصری خانم بهش زنگ زده گفته میخوام ببینمت. با هم قرار گذاشتن رفتم بیرون. گفته تصمیم خودش و فرشته اینه که از هم جدا بشه. حرف فرشتم همین بوده؟ اینطور گفت. نصری خانم دیگه چرا؟ منم خیلی ناراحت شدم. میخواستم زنگ بزنم به نصری خانم، محسن نذاشت. خودم فکر کردم آخه چرا باید نصری خانم من چه حرفی به این بچه بزنم؟ عجیبه واقعا. من حدس میزنم نصری خانم میخواسته محسن رو بسنجه که تصمیم واقعیش رو بگیره تا ماجرا اینجوری استخونلای زخباخی نمونه. چرا با من هماهنگی نکردن لااقل؟ چی بگیم؟ الو سلام. رسیدین شما؟ یه چند دقیقه بعد منتظر بمونی. ممنون. صبحونتو نخوردی؟ نسرین خانم که روز و ساعت دفتر خونه رو هم مشخص کردم واسه جدایی. فکر میکنی مقصر کی بود که کار به اینجا رسید؟ من بگم؟ ناراحت نمیشی؟ من تو این مدت انقدر بلا سرم اومده، انقدر بد آوردم که دیگه طاقتم زیاد شده. شما هم بگین. اتفاقی که برای فرشته افتاد مقصر بیرونی داشت. طبیعی بود. کسی کاری از دستش بر نمیاد. ولی بعد از اون تو به درستی به وظیفت عمل نکردی. فکر میکنم این بحث رو قبلا با هم زیاد کردیم بابا، ولش کنیم. آره نتیجهش چی شد؟ یا رفتی تو اتاقت یا رفتی خونه خودتون خیره شدی به دیوار. باشه بابا، مقصر همه بدبختی های عالم منم، خیالتون راحت شد. اگه میخوای از این موضوع بحث کنی من دیگه اصلا حرفی ندارم. فرشته که میخواد ازت جدا شه اینم حال روز توه. اصلا انگار نه انگار اتفاقی برای همسرت افتاده. اونم فکر میکنه تو منتظر یه تلنگر بودی که بری سراغ زندگی خودت. اینجوری باشه منم با نسرین خانم موافقم. فقط میمونه رابطه من و عباس که اونم خدا بزرگه. واقعا به نظرتون بی‌انصافی نیست؟ نه خیلی هم واقعیه. بابا من اصلا انتظار نداشتم شما راجع به من اینجوری فکر کنی. شما که میدونی فرشته همه زندگی منه. پسرم عملت اینو نشون نمیده. من فقط نمیخواستم با پیله کردن آزارش بدم. محسن جان تصمیم تو بگیر. اگه خواستی بری دفتر خونه بگو باهات بیام که لااقل تنها نباشی. شما با هم عباس حرف نمیزنی؟ چرا؟ با هرکی تو دوست داشته باشی حرف میزنم. نسرین خانم، فرشته، عمو عباس. ولی وقتی نتیجهشو میدونم چه فایده؟ رو حساب حرفای تو در مورد رفتار نسرین خانم باش صحبت کردم. امیدوارم درست بوده باشه، اگر نه که خداحافظ. اینا فقط حدسه، نه سند محکمی داری نه مدرک. اولش فکر کردم به خاطر اینکه نمیخواد جلوی چشم پلیس باشه خودشو کشته کنار. خب تو که از اولش هم میدونستی شوهرت کار قانونی نمیکنه. حالا چرا یهویی اینقدر حساس شدی؟ به خاطر اصرار بعدش بر اینکه من زودتر از ایران برم و به خاطر اینکه اصلا ماجرا رو پیگیری نمیکرد، حتی از خودم. خب الان دقیقاً
دقیقا یعنی چه اتفاقی افتاده؟ من مطمئنم داوود خودش یه نقشی توی دزدی گاف صندوق داشته. یعنی داوود گاف صندوق زنش رو زده؟ نمیدونم مهتاب، نمیدونم. خب ازش بپرس. با تو که رو درواسی نداره، از کاراش هم نصف نیمه خبر داری. خب همینش برام عجیبه دیگه. اصلا پیگیر ماجرا نیست. منم که میام صحبتی بکنم زود حرف عوض میکنه. انگار اصلا براش مهم نیست این همه پول دزدیده شده. دیگه تو بدترین حالتش اینه که تو کثافتکاریاشون یکی از داوود طلب داشته. داوودم بهش نداده. اونم به جاش رفته گاف صندوق دفتر تو رو خالی کرده. خب اینو که میتونست بهت بگه، چیز مخفی نداره ازت. نمیدونم. من تا الان با همه بد اخلاقی‌ها و بد قلقی‌هاش کنار اومدم. ولی نمیدونم الان داره چی از من قایم میکنه. ولش کن، برگرد لندن. الان نمیتونم. تو که داشتی میومدی. اون موقع داشتم به خاطر خودم و بچم میامدم. الانم دقیقاً به خاطر خودم و بچمه که باید اینجا بمونم. من باید بفهمم دور و برم چه خبره. من دارم با این آدم زیر یه سقف زندگی میکنم. متوجهی؟ مهسا گوش کن ببین چی میگم. مهتاب جان نه. سلام، چطوری؟ ماشاءالله. سلام داداش. چاکرم عمو، چاکرم. بیبیز خسته نباشید برید. 300 با فاصله از گاراژ منتظر باشه تا خبرتون کنم. یکی هم بفرستید حواسش به کامیون باشه. آقا کمال، همسر داوود و ماشینش اومد اینجا وایساد. فکر کنم میخواد شوهرش رو تعقیب کنه. چیکار کنیم؟ دست به سرش کنیم که داوودو گم کنه؟ فعلا هر دوتاشون رو داشته باشیم. بله. شاید دختره به رابطه شوهرش شک کرده. باید منتظر تماساشون باشیم تا سر در بیاریم. با بنده کاری ندارین؟ عزا رو گذاشتی؟ بله داوود خان. خیلی خوب، برو به کارت برس. با اجازه. الو سلام. سلام، چطوری؟ کی میخونه؟ چطور؟ هیچی، میخواستم نهار بخورم. گفتم ببینم منتظرت بمونم یا نه. نه من باید رستوران بمونم، تو غذاتو بخور. آها باشه. خدا. برو دنبالش.
نتونستم پیدا کنم. منم که راه حل دادم به. از وقتی گفتی عکسم همه جا پخش شده خواب به چشمم نیومد. بالاخره هر کاری یه تاوانی داره. چیکار کنم داوود؟ نگران نباش، کاراتو میکنم از ایران بری. اشتباه کردم. دیگه گذشته، بهش فکر نکن. اگه من احمقو بگیرن نمیتونم چیزی نگم. اگه اسمتو آوردم فکر نکن از عمد بوده. من وقتی میترسم همه جلو میدم. این حرفا چیه میزنی؟ الان تو اینجایی و هیچ کس هم ازت خبری نداره. کی میفرستیم برم؟ اول باید سعی کنی حالت خوب بشه. با این حال روزی که تو داری به محض اینکه پاتو بذاری بیرون اولین نفری که ببینتت میفهمی خلافی کردی. باشه خودم کنترل میکنم. فقط به روزهای خوبی فکر کن که بعد از این کنار هم دیگه داریم. اینطوری استرست کمتر میشه. میخوام یه پیشنهاد بهت بدم. اگه نخواستی میتونی قبول نکنی. الان هرچی تو بگی همون کارو میکنم. به نظر من پولی که پیشته استرس تو بیشتر میکنه. خب میگی چی کار کنم؟ نمیدونم، فکر میکنم که حمل این همه دلار اونم برای کسی که هم استرس داره هم تحت تعقیب خطرناک. هرچی تو بگی همون کارو میکنم. اگه بهت بگم که پولا رو امانت به من بده میترسم که دوباره بهم شک کنی. منو ببخش. من نمیدونم، یه دفعه عصبی شدم، نمیدونم چرا این کارو کردم. عیبی نداره. فقط 20% از اون پولا رو دادم به اون دختری که گاب صندوق باز کرد. باش، ایرادی نداره. برم پولا رو بیارم. الان لازم نیست. بهت میگم چیکارشون کنی. فعلا پشو یا آبی دستورتت بزن. واسه غذا آوردم. از پیام چه خبر؟ باهاش تماس گرفتن، قرار گذاشتن. خودش بهت خبر داد؟ نه، بچه ها بهم گفتن. به نظرت خودش بهت خبر میده؟ آره تماس میگیره مطمئنم. علل حساب مجوز خروج از مرزشو مشروط میکردی. با جانشین دادستان هماهنگ کردم. پس خیلی هم بهش اعتماد نداری؟ ببین پیام از اولم منبع ما نبود. یه زندانی بود که یه مهارت خاص داشت. یه سری از آدم‌ها هم به این حرفه نیاز داشتن. ما هم ناچار شدیم به همین دلیل بهش اعتماد بکنیم. نه اینکه الان پشیمون باشم. اما نگران نباش، زنگ میزنه. یعنی میشه رو قولش حساب کرد؟ تا الان بدقولی نکرده. اصلا از نظر تو ایرادی نداره که عاشق خواهر سوژه شده؟ از نظر من که کلا عاشقی ایراد نداره. خب فرض کنیم مثلا نیومد به تو خبر بده. میخوای بری بهش چی بگی؟ میشه باشه ادامه داد؟ بهش اعتماد کرد اونم تو خارج از کشور؟ نه این دفعه اگه بخواد خود سر باشه نمیذارم بره.
بزنی؟ آره میبرمت. نمیدونی کفو بزنی؟ آره. آقا پسر میشه یه لحظه بیان؟ شما اینجا توی این ساختمون زندگی میکنی دیگه؟ بله. چند تا همسایه داری؟ کلا 3 واحدی. همسایه جدید براتون نیومده؟ آره یه خانومه اومده همین واحد اولمون، همیشه هم صدای موسیقیش میاد. ممنون. ببخشید من همسایه طبقه بالاتونم، یه کاری باهاتون داشتم. به نظرم عصبانیت واسه خودت و بچت خوب نیست. دیگه از زندگی من چی برات گفته؟ اینم گفته که همه زندگیشو از من داره. گفته که اگه من احمق یه روز عاشقش نمی شدم الان معلوم نیست تو چه گندابی داشت دست و پا می زد. فقط گفته دوستت نداره و دیگه نمیخواد باهات ادامه بده. غلط کرده. نمیتونه ادامه نده، چون من یه چیزایی ازش میدونم که اصلا به نفعش نیست. تو رو از کجا پیدا کرده؟ از قدیم هم دیگر رو میشناختیم یا از وقتی ما اومدیم ایران آویزونش شدی؟ ها؟ با همین سکوت و مظلوم نمایی تو زندگی من جا باز کردی؟ نمیخوام جوابتو بده. از خونه من برو بیرون. خونه من؟ جالب بود. گوش کن دختر جون، خونه‌ای که داوود برای تو گرفته نه خونه داووده نه خونه تو، همش از صدقه سری منه. پس تو باید بری بند و بساطو جمع کنی، از این خونه بری بیرون. حالا میفهمم چرا انقدر ازت متنفر بود. نه، تقصیر تو نیست، تقصیر اون بی همه چیزه که با زندگی من این کارو کرد، که یه دختری که معلوم نیست از کجا اومده و اصلا کیه این شکلی تو روی من وایسه. خوب گوشاتو واکن. من تا بودم و هستم به اندازه تو از زندگی داوود حق و سهم دارم. همین جوریشم حقم از تو بیشتره، چون داوود منو دوست داره. جواب سیلیتو ندادم، بیا بار بیرون. بیا بار بیرون. حق و سهم داری؟ واقعا فکر میکنی حق و سهم داری؟ نکنه حرفاشو باور کردی؟ ببین داوود اگه به من خیانت کرد با تو وارد جنایت میشه. این داوودی که احتمالاً قربون صدقت میره و برات از آینده روشن و با حال حرف میزنه، توی لندن با یه دستگاهی کار میکنه که حتی فکرش هم نمیتونی بکنی. یه دستگاهی که خیلی راحت خلاف میکنه. پرت و پلاها تموم نمیشه نه؟ ببین اگه یه ذره به حرفایی که زده و رفتاراش دقت کرده بودی الان میفهمیدی من چی دارم میگم. داوود انقدر نگران و اسیر اون دم و دستگاهیه که داره باش کار میکنه
که حتما با سفارش کسای دیگه و با حساب کتاب با تو وارد رابطه شده. من مطمئنم. چه حساب کتابی؟ سفارش کیا؟ تو هنوز مونده تا این جونور رو بشناسی. ببین، شوهری که دستور میده گاف صندوق دفتر زنشو بزنن و بعد میگه به پلیس اطلاع نده، چه جور شوهریه؟ اون واسه منم که زنشم یه شوهر واقعی نیست، چه برسه به تو. در ضمن اگه تو دزدی از گاف صندوق دست داشتی باید بگم کار همتون تمومه. پلیس دیگه الان عکس دزدارو داره. اینم یادت باشه، داوود کسی نیست که محض رضای خدا موش بگیره. همچی که کارش باید تموم شد، تاریخ مصرفتم تموم میشه. همونطوری که تاریخ مصرف داوود برای کسایی که برشون کار میکنه تموم میشه. اونایی که میگی کیان؟ حالا واستا ببین داوود چه بلایی سرت بیاره. داوود عاشقت نیست، مطمئنم. تو فقط یه بخشی از نقششی، یه بخشی از مأموریتش. همین. تهش یا میکشتت یا ولت میکنه میره. احتمالا خیلی چیزا ازش میدونی، بنابراین روی دومی اصلا حساب نکن. سلام، خوبی؟ الو، چی شده؟ غزل صدا میشنوی؟ جانم. مهسا اومده بود اینجا. مهسا؟ آدرس اونجا رو از کجا پیدا کرده؟ الو. آقا افشین، داوود داره میره پیش غزل. اوه، پس قراره یه دعوای درست حسابی اتفاق بیفته. وضعیتی که توش هستی میتونه کل کیسو با هم بریزه. داره میره پیش غزل. ممکنه داوود مسلح باشه؟ بعید نیست. به بچه‌ها اومده باشه اعلام کن، بگو تو پوشش کامل دور و بر خونه غزل باشن. اگه دیدن آزاده داره از کنترل خارج میشه دخالت کن. چشم. حرفای غزل به داوود نشون میده ماجرا روی ریل قبلیه. اگه مهسا واقعیت داوودو گفته بود غزل اصلا جرئت نمیکرد تماس بگیره. اگرم زنگ میزد همون اول همه چی رو میگفت. چی شده؟ حرف بزن ببینم چی شده. آدرس اینجا رو از کجا پیدا کرده؟ نمیدونم، فقط حرفایی زد که حالمو بد کرد. بی خود کرده اومده سراغ تو. چی گفته بهت؟ چی گفت؟ گفت دوستش داری، گفت محال اونو ول کنی بچسبی به من. تو هم حرفاشو باور کردی؟ ببینم تو اونو باور داری یا منو؟ من اگه بخوام برام خارج واقعا با هم میای؟ معلومه که میام. ما حرف زدیم با هم دیگه. اونو چی کار میکنی؟ هیچ. من و مهسا دیگه قرار نیست با هم دیگه ادامه بدیم. چه دهنش در اومد بارم کرد. حسودی کرده بهت.
یه چیزی میپرسم راستشو بگو. غیر کارایی که منو درگیرش کردی دیگه چیکار میکنی که من خبر ندارم؟ چطور؟ بگو میخوام بدونم. باشه بشین واسه تعریف کنم. کارفرمایی که باش کار میکنم از همه جزئیات خبر داره، ولی زندگی شخصیم به خودم مربوطه. من یه سیستم حمله بار تو کشور دارم. کار قانونی نمیکنم، ولی با نون و جون کسی هم کاری ندارم. پولای کثیف رو پاک میکنیم تا بشه از ایران خارجشون کرد. الانم یه سفارش کار دارم. فقط همین. محسام هر چی بهت گفته دروغ بوده. فقط خواسته بترسونتت که رابطه ما به هم بخوره. نمیدونم داری چی کار میکنی، ولی انگار محسا از همه چی خبر داره. محسا از هیچی خبر نداره. هرچی هم که بهت گفته مزخرف بوده. از این به بعدم اگه اومد سراغت فقط به من زنگ بزن. رانندگیش معلومه داره میره یه بلایی سر زنش بیاره. یوسف صدامو داری؟ بله آقا شما. سوژه داره میره سمت خونش. به یه بهونه‌ای بریم پشت در بمونین، اگه خواست کاری بکنه برین تو. چشم. کمال اگه بچه‌ها برن تو همه چی خراب میشه و تمام کارهایی که کردیم میره رو هوا. دلیل نمیشه خون گردنمون بیفته. حبیب تو هم بری اونجا بهتره. آقا کمال خانم داره از خونه میزنه بیرون. دیدم. همونجا منتظر بمونین تا سوژه بیاد تو خونه. باشه. خیلی هم خیالت راحت نباشه که تموم شده. کسی که هوو میاد سرش حالا کتابیا نیست. مگه هوو بردی که انقدر دقیق حرف میزنی؟ خب و سوژه همه رمانای عشقیه. صفحه حوادث روزنامه پر از این قصه هست. خودش فهمیده داوود داره میاد سراغش، از خونه زده بیرون. اینجا هم هیچ قوقشه نداره بره پیشش. این دفعه به خیر گذشت، ولی بعد یه فکر اساسی کرد. بله. پاریس رفتنت چی شد؟ ایشالا پس فردا. از پیام چه خبر؟ تماس نگرفته هنوز؟ نه. افشین جان بفرستش بره پی زندگیش. به درد ما نمیخوره دیگه. باشه. یکم بهم فرصت بده. چشم. مهسا کجایی؟ مهسا کدوم دوری هستی مهسا؟ آشکار حالا که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. شبت کابوس دشمنه، بغض
خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کن و برام از مثنوی بگو، از درد حافظ و از مولوی بگو. تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخم ترکش و خمپارت، هر وجب از خاک خوزستانه، توی ذهن جنگنا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه. شد تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صدها شاهنامه هم تو وصف تو کمه، این سرزمین پر از امثال رستمه، هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی 40 ستون. تمام سهمم از دنیایی، خاک تو ارسه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخم ترکش و خمپارت، هر وجب از خاک خوزستانه، جنگنا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه.